نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم. بعد حمد خدا و درود و رحمت بی پایان بر روح پیامبری بشیر نذیر سرور کائنات مفخر موجودات خمیمه دور و زمان یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. اما بعد برادرانی که در دولتی حکومت روسیه زندگی میکنند چند سوال ها را بهم کردن که از همون سوال ها خواهش و التماس کردن که جواب های خودشون را بگیرن. انشاءالله با قدر حال و با قدر وسع از بعضی مأخذها و کتاب هایی که دیم انشاءالله یک و یک جواب ها را بیان میکنیم. سوال اول: السلام علیکم داملای شیرین سخن، من یک مخلص شما در شهر رسیه التماس با سوال من جواب دید. مردی که خانه دارد و ماشین هم دارد، کار هم میکند اما قرضدار است، آیا در گردنش قربانی کردن واجب است یا اینکه کیها کدام نفرها میتونن قربانی کنن؟ التماس جواب دهید. ایدی سعید قرمان و همه شما مبارک. یعنی سوال اولا در باب قربانی نفری را گفته است که کار هم میکند، ماشین هم دارد، خانه هم دارد اما قرضدار است. قرضدار اول مثلا که بدونه که بنده عده قرضدار است، قرض از الله هست و قرض از بنده. در حالتی که انسان از الله قرضدار باشد و در حالتی که از بنده قرضدار باشد، قرض بنده از قرض الله ضرورتر است. مثلا ببینید که در جنازه هم دامله ها سوال میکنن که قرضدار هست یا نگفته. اگر از الله قرضدار باشد، نمازی نخونده، روزه نگرفته یا زکاتی نداده یا حجی نرفته باشد، اگر ایره به الله میسپاریم. خداوند ارحم الراحمین است، از پدر و مادر مهربانتر است. الله ذوالجلال صفتهای غفاری و ستاری دارد، عفوی دارد. خداوند رحیم است، رحمان است. خداوند چی است؟ بخشنده است، بخشاینده است. اما این صفات در بنده که نیست، قرض بنده از قرض الله ضرورتر است. در این صورت اگر همین نفری را که بیان کرده است که کار هم میکند، ماشین دارد، خانه دارد، قرضدار است، برای این زکات یا برای این قربانی کردن واجب نیست، اگر به شرطی که دیگر پول نداشته باشد. اما قرضدارهایی که امروزه مثلا که هستن، بعضی ها هستن سوال میکنن که مثلا قرضدار است، برای قربانی واجب است یا نه، یا مثلا زکات. اگه قرضداری دیگر نمود هست در مثلا زمان ما که مثلا $10,000 قرضدار است اما بارش سوداشو مثلا که با گفت اصطلاح امروزه سوداشو بیزنسش $100,000. این البته که زکات میده. فقط این نفری که نداشته باشد، برای نادار کسی که پول او به نصاب زکات نرسیده باشد، برای او قربانی کردن واجب نیست. و اون سخنی که میگن یک سال قربانی کردی و بعدا تمام سال قربانی میکنی، این گپی بیهوده است. قربانی کردن برای شخصانی که صاحب نصاب هستند. تخمینا امروزه مثلا اگر $10,000 داشته باشه یا 20,000 سامان داشته باشه یا با پول روسی همون مقداری که به $10,000 برسد، اگر برای قربانی واجب میشه و قربانی کنه، اگر چی است بهتر است. خب قربانی کنه. و بعدا قربانی هم در اینجا باز دیگر سوال ها کرده است که در وطن خودش کنه یا که در روسیه. اگر به شرطی که در خاندانش اگر همه شرایطش خوب باشه، در همون روسیه اگر بکنش، در اینجا کارگرها و کمبغلا و بی پولا اگر بخرن، ثوابی زیادتر است، یعنی به مستحق خودش خوبتر میرسه. لیکن اگر در اونجا شرایطش خوب باشه و به اون قشلاق جو روان کنه و در اینجا قربانیش از تنی کنن، این هم درست میشه و صحیح میشه. سوال دوم: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای داملو، بر سر تراشیدگی یا اینکه بی‌طاقی نماز خونی چی میشه؟ جواب دید. اصلا در نماز حضور قلب نه شرط است. نمازی که وقتی که انسان میخواند باید که در اونجا نماز به نیاز باشد. نماز مثلا که با ترس و لرز و با اخلاص و نماز عاشقانه بخواند، همچنان که
الله ذوالجلال در سوره مومنون بیان میکنه که والذین هم علی صلاتهم والذین انا در سوره مومنون الله ذوالجلال در سوره مومنین امر کرده است قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یعنی چند نفر در درجه خداوند نجات یافته بیان کرده است الله ذوالجلال. به تحقیق الله ذوالجلال میگه نجات یافته است کسی که نماز به خشوع میخونه، نماز به ترس لرز میخونه، نماز عاشقانه میخونه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صدیق اکبر وقتی که نماز میخوندن، در نماز خوندنشون باری در مریض موت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که همون کسل قدی پیامبر خدا از دنیا گذاشتن، رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردن که مرو ابوبکر یعم الناس. و حضرت عایشه به دیگر صحابه گفتن که امر کنید که ابوبکر در نماز امامتی کنه. ببین از بین 120,000 صحابه یا زیاده از این، از بین 120,000 زیاده صحابه فقط رسول خدا صلی الله علیه و سلم امر کرد که ابوبکر در نماز پیش بدروه. پیغمبر خدا میدونست که کی امامتی کنه، کی در نماز پیش بدروه. البته که در دیگر حدیث داریم که نمازی که از قفای عالمی با تقوا کسی میخوند همچنان که از قفای پیامبر نماز خونده است. و هر کسی که از قفای پیامبر نماز خوند، نماز یور الله ذوالجلال حتما که قبول میکند. حضرت ابو چی خاطر؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را حضرت عایشه مادر میگه که یا رسول الله گفت مردم امامتی پدر من نمیخواهند. به چی خاطر؟ به خاطر که حضرت ابوبکر صدیق رقیق القلب بود، دل نرم داشت. وقتی که نماز میخوان از همین ابتدایی که الله اکبر میگفت تحریم را میبست تا اخیر نماز فقط به قصد دادن به گریه قطعی نماز میخوان. حتی صحابه ها بیان میکنن که از ششم صف میگه آواز همه تکیدن دل حضرت ابوبکر صدیق میگه آواز حق او را میگه به ششم صف میگه به گوش ما میرسید. آوازش همی خیلی بود و قرائتش مردم که سست میفهمید از حساب گیریش میگفتن که دیگر کس امامتی کنه. اما برادرای عزیز آداب ببین، اخلاق ببین که صحابه ها کسانی هستند که اگر امروز تمام کره زمین ایمان و اسلامش جمع کنیم به ایمان یک زنی صحابه برابر نمی شود. حال مردو طرف بیستن به خاک پای صحابه کره زمین اگر مسلمانش جمع کنیم طاعت عبادتش همش بچی است برای کمترین صحابه برابر نمی شود. صحابه را خداوند الله ذوالجلال رازیگیش در حق او بیان کرده است. انا که بین فرق زمان ما و زمان اونها همون خیل نماز به گریه میخوان قرائتش نمیفهمیدن میگفتن دیگر کس امامتی کنه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را گفتن که یا عمر میخواهیم که نماز تو امامتی کنی بخونی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در جواب چی گفت؟ به یک شمشیر به تیکه تیکه کردن عمر راضی هستم، اما راضی نیستم که در حضور ابوبکر صدیق من امامتی کنم. در جایی که ابوبکر صدیق حضور دارد من کشتن تیکه تیکه کردن خود من راضی هستم، اما راضی نیستم که در بدن ابوبکر صدیق امامتی کنم. انا همی خیلی نماز میخونم. اگه برادر پرسست این نماز همین سوالای توقی و حسنی کلتا و آخه 20-40 سال شد دیگه بس یکی سوالا را. یکون سوال کنه که امروز آخر دیگر یهودی در ماه رفته سیر کرده سن ولی ما توقی و حسنی کلتا و ناس همین مسئله های فرعی پوچک گفته گشته ایستاده. خب گفته با سر تراشیده نمازه، خود تراشیده باشد خود نو تراشیده باشد این فرقی ندارد. دیگر بیتاقی گفته از بیتاقی هم در حالت ضرورت درست میشه و همه حالت درست میشه. نماز عذری ندارد باید نماز به جا بیاری. فقط همین تاقی را در سر انداختن از همه از تاقی دیگر سله انداختن ثواب است، سنت است. پیامبر به سله نماز میخوندن. خب فقط در مردم ما همین قدر هست که با تاقی و با سله نماز خوندن همین آداب است. دیگه از این سختگیری هایی که به تاقی را از مسجد بیرون کردن این معنا ندارد. یا این که مثلا که تماما تاقی را از سر بگیره پرتایه و خلاف کنه اینشان معنا ندارد. در حالتی که شرایط باشه سر پیشاندن نماز خوندن خوبه. مردم ما همین سر پیشاندن آداب میدونند.
دیگر از آداب چیزی دیگر بولو نیست. دیگر سوال دیگر گفته السلام علیکم اکیداملو، اگر لباسات با استرال نه ماشین کشویی با نماز میشوه یا نه؟ التماس جواب ده. همون استرال نه ماشینی که هسته لباسا رو میشوان، همون خودش هم با موادوی مثلا عینه یا دیگر چیزا قطعی میشوه تازه میکنه، بعدا با پاکش میکنه، با هم میشوهش چقش میکنه، هم میجفه میتر. 100% درسته با اون نماز خوندن. سوال دیگر السلام علیکم انا داملوی محترم، در نماز 4 رکعت سنت یا 2 رکعت فرض گفتن جایز است یا نه؟ اگر حساب نکردن نماز خونی درست است؟ نماز التماس جواب دید. در نماز همه رکعت هایی که خطون بیان کردگی 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت گفتن شرط نیست. مثلا فرض نماز پیشین بگوی میشوه، فرض نماز بامداد، فرض نماز خفتن درسته، یا که مثلا که ویتر درسته. این خیلی عددا را گفتنشون شرط نیست. شرط کردش دست میگه برای چی است؟ انا تعیین نه عدد، فقط معینش میکنه. این خیلی نیت کنه که فرض پیشین، فرض عصر، فرض خفتن درست میشه نماز. یکتا هم ایو را گفتن، ایو را مثلا فقیه ها مستحب گفتن. عادت مردم خود است که نیت کردن بگذارم 2 رکعت فرض نمازی بامداد وقتی بر من است، تو آخرش مثلا بیان میکنه، بعد اخیر ده خالصان لیلای تعالی الله اکبر. همه اصلا در نماز در اومدن قصد قصد نمازی بامداد کردی اومدی الله اکبر گفتی در نماز در اومدی درست میشه. یا جماعت اگر چنده که در لفظش مثلا شما نماز پیشین میرین، در دهن تو نماز خفتن میاد یا بامداد میاد یا دیگر نماز میاد، مقصد شما که با نماز پیشین رفتن است، از همون پیشین درست میشه. اگر چندی لفظ هم دیگر چیزن که بگن. خب عدد در گفتن شرط نیست. اگر در حالتی که هست مثلا امام الله اکبر میگه، اقتدا به امام کردن بتا الله اکبر بگو، از عقبش بدرو. ثواب تکبیر اول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک گفتن که تکبیرت الاولا خیر من الدنیا و ما فیها. تکبیر اول بهتر از دنیا است و هر چی که در دنیا هست. همین یک تکبیر اول از دنیا و همه نعمتهای دنیا بالاتر است. از اون که شما نیت کردم بگذارم 2 رکعت فرضی گفتنده، همو به امام اقتدا به امام حاضر ایستاده بکن الله اکبر بگو درست میشه. لیکن فقیه های مذهب ما و شما گفتن که والقصد مع اللفظ افضل، قصد با همراهی لفظ افضل است. مثلا همون نیتی که میکنه برای نماز میگه، همون را با لفظ قطعی به زبان میگه بهتر است. عادتا مردم عوام الناس اگر به زبان تو همون را اگر با زبانش قطعی تکرار کنن، اگر دلش قرار نمیگیره، برای این بگش بهتر است. لیکن انسان هایی که نمیگن اونم درسته جایز است. سوال دیگر السلام علیکم داملا، شما رو به نهایت دوست می‌داریم. در تسبیحی که صورت مورچه است یا دیگر صورت باشد گرداندنش جایز است یا نه؟ در حق مهاجران دعا کنیم. تسبیحی که در اون صورت مورچه باشد، تسبیحی که دانش خیلی میده که اگر صورت مورچه هم باشه و باکی نداره برای مرده. مکروه بودن صورت هم در فقه بیان میکند که میگه لا صغورت جدن. اگر همون صورت به نهایت خرد باشه، مثل مورچه باشه، مثل دانه نخل باشه، باکی نداره. صورت وقتی که کلانتر باشه بعدا مکروه میشود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صورت در خانه حدیثی هر بار بیان کردن که لا يدخل الملائکه فی بیت صور او کلب یا کلب او صور، داخل خانه نمی شود فرشته رحمت همون خانه ای که در او صورت باشد یا سگ باشد. در خانه ای که سگ باشد یا صورت باشد فرشته رحمت داخل نمی شود، نمازاتون مکروه می شود. اگه بعضی از برادرها کردگیان صورت پدر یا مادرش در قالین زکس کردگیان، کلان موندگی در همجا بعضی بچه های ثروتمند کردگیان، برادرها این ثواب ندارد، خوبی هم ندارد، بر مقابل سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. از همه در بهتر پیامبر خدا بود که خداوند همه را به خاطر و خلقش، صورت شما نداریم هیچ کجا، در یگان جام نمیمونیم، اگر ببینیم هم باورم نداریم، چون که پیامبر صورت معن کرده است. اصلی بت پرستی از همین صورت ها سرشیدگی است. از اوی که قالین از کس میکنی در خانه پدر یا مادر یا برادرت میمونی، از او در حقش
همون مبلغی که شما صرف میکنین در یک فقیر مسکین صدقه کنین، در یک بیوه و یتیم صدقه کنین، در حقش دعای خیر کنین، ثواب انا این است، ثواب و صورت نیست. اگر روح مثلا صورتی اگر خب امارت باشد، درخت باشد، گل باشد، اینا درستن یا باکی ندارن. یکی صورتی، هر صورتی که زی روح باشد، جان داشته باشد، نماز مکروه می شود. و تسبیحی که برادر بیان کردگی است، خود تسبیح در تسبیح صورت چی روزیم؟ یا بعضی از تسبیح های هسته که دیدیم در او هر یک دانشته الله، در دیگرش محمد نوشتگی صلی الله علیه وسلم. برادر از همین خیلی تسبیح ها را نگیرین. او خیتوی وقتی که تسبیح هم برای نه پروای الله داره، نه پروای محمد صلی الله علیه وسلم داره، نه قدر او را میدونه. شما وقتی که تسبیح میگردونه، گاه وقت میشه در تک پاتون میمونه، گاه وقت میشه در بالای زمین میپرتوش، گاه در بالای جای نماز با بالاش میره، حالا که هر یک دانه او الله جل جلاله یا محمد صلی الله علیه وسلم نوشتندگی. همین خیلی تسبیح ها را استفاده نکنیم. و تسبیح خودش گرداندن هم بعضی از اهل علم بدعتش گفتن که مثلا پیامبر صلی الله علیه وسلم در تمام حیاتش یگان روایت یگان چیزی ما نداریم که پیامبر تسبیح گردانده باشه. بله این گپ حق است، درست است، ما هم طرفدار هستیم. اما غیر از پیغمبر دیگر کتابا رو میبینیم که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دانه های خرما را جمع کردگی بود در یک خلطه 1000 دانه، هر روز همو را 12 مراتب خالی میکرد، استغفرالله میگفت. یعنی ابو هریره رضی الله عنه 12,000 مراتب استغفرالله میگفت هر روز، در یک زمانی که نه کینا بود و نه کنسر بود و نه کازینو بود و نه فسق فساد بود و نه این خیلی که در این زمان ما از نبود، با وجود یعنی 12,000 بار استغفرالله میگفت. ما و شما در بحر گناه غوطه زدگیم، باید که ما از او زیادتر بگوییم که چی است که خداوند ببخشه ما. خب دیگر حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دختری پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بندی درست داشت که گره کردگی بود، همون را حساب کرده می بود. دیگر صحابات دانه های سنگچیلی میده میده داشتن، همونا هم با همین تسبیح ما فرق ندارد، فقط در زمان ما که وقتی که ترقیات زیاد شده در پلاسماس گرفتن سبوککش کردن. اگر کسی که استفاده نکند جایز است، کسی که هم در دستش داشته باشه و مثلا که ذکر خدا بعضی میگه که تو اگر در دست نباشه ذکر کردن نمیتونم، همون قطعی مثلا ذکر کنه اونم جایز است. و طبیبا هم تشخیص کردگیان که خیلی همین نرو سیستم آدم که مثلا سیستم عصب میاد در همین نوک‌های انگشتای ما و شما رو کنشنیک‌های عصب هستن، همیشه نرو سیستم. وقتی که همین هر یک دانه همون را که مالش میته سبحان الله سبحان الله الحمدلله، عصب یارم آرام میگیرد. پیشتر اکثرا مثلا کمپیرا و مسافر داشتن عصب آرام میکنه، تسبیح داشتن خوب است. از تسبیح هم مثلا معنی کردن یک آدم ذکر میکنه، مثلا شما سیگاریت معنی کنین، نوس معنی کنین که بدعت است حرام است، ایره معنی کنین. تسبیح ذکر میکنه این بوکی نیست. خب دیگر گفته است السلام علیکم بابا جان، در صف امام از صف دیگر نمازگزاران فرق نکنه جایز است، نماز مکروه میشود. این مثل نماز زنها میشود، در یک صف امام هم بیسته و همه بیستن مثل صف زنها میشود. نماز زنها مثلا جماعتش مکروه است، نه که در حالتی که اگر گاه جماعت کنن و یگان زن مثلا که امامتی کنه و بعد یگان حدیث بگه تفسیر بگه پند نصیحت خواهرها و مادرها را کنه جایز است. انا که در یک صف باید زنها بیستن، امامشون پیش نیستد. این سوالی که برادر کرده است، مردم در همین صف ایستاده است، این نماز مکروه است مگر که در حالت ضرورت جایی هست که تنگ است. اگر مثلا پیش دیوار امام پیش رفتن نمیتونه، یا مثلا که بسیار تنگه دوجه لااقل یک وجه من پیشتر بیشتر در ضرورت درست میشه. لیکن ضرورت نباشد، در حالتی مثلا که شرایط بدن امام از صف اول باید که پیش بیسته، جدا بیسته، بعد صف یکم دویم سوم. صف بین امام و مردم مثلا جدا بودنش چی است که اگر روایت نشد ترک سنت میشه، مکروه میشه. اما صف بین زن و مرد فرض است جدا بودنش. مثلا مرد زن اگر بر به بر بیستن نماز فاسد میشه، نماز مرد فاسد میشه. باید که صفشون حتما قفای مردا دا بیستن. فرق ندارد که خواهر است، زن است، مادر است، دختر است، باید که
صف زنها علاهیده باشه. اگر در صف مرد در بر مرد بشن نماز مرد فاسد می شود. یا که در حالتی که خنثا باشه، نراموده که باشه در بر مردو بشه، نماز چه است که فاسد می شود. اما در حالتی که در بین صفها کودکا باشن اینجا هم نماز مکروه میشه. لیکن در نماز عید و در نماز جمعه که جمعی عظیم است یا تراویح باکی نیست، به خاطر که او کودکا اگر صفشون علاهیده کنی وقت جغ بازیشون زیاد میشه، در بین بشتن اگر با آدابتر بشتن بخونن ایشه هم انشالله باکی ندارن. سوال دیگر. السلام علیکم. سوال بسیار ضرور است و خودم داخل دارد. من میخواهم در روسیه دکومنت کنم، یعنی گراجدانین میخواهم از تاجیکستان از زکس جدا شوم، از روسیه در زکس کنم. آیا اجازه است؟ اگر کنم چی میشود؟ التماس جواب دهید. امروز همین مسئله البته که یک شایعه شدگی است که برای گراجدان روسیه شدن میان درجه از زناشون از زکس جدا میشن. پیشترا در همون کاغذهایی که مثلا حلنامه سود بود نام طلاق نبود، در باب طلاق یگان چیزی نبود و بعدا در اونجا سوالهایی بود، لفظهایی بودن که طلاق نمیشید. مثلا زندگی میخوای، میگو زندگی نمیخواهم، زندگی نمیکنم یا جدا میشویم. هر لفظی که به زمان آینده باشد او طلاق واقع نمیشود. مثلا زنش هم اگر مرد بگه طلاقت میکنم یا سه طلاقت میکنم، جدا میشویم، سرت میدیم، جوابت میدیم، اینا همه به زمان آینده هستند، طلاق واقع نمیشود. طلاق فقط به زمان گذشته و حاضره واقع میشود. یقع من مکلفین، کتاب طلاق داره. طلاق از مکلف واقع میشود، عاقل باشه، به بلاغت رسیدگی باشه، هوشیار و عقل باشه. مثلا طلاق کودک واقع نمیشه، طلاق دیوانه هم واقع نمیشه. طلاق آدمی که پسیخ باشه که خوب از بد فرق کرده نتونه، سیاه از سفید فرق کرده نتونه، که در حالتی که همه هم چی است قدم اول دیوانگی است، از ما واقع نمیشه. خب به زمانی فقط ماضی به لفظی که به زمانی گذشته باشه همون طلاق واقع میشه، به زمان آینده واقع نمیشه. اما امروزه مثلا حجتایی که بیان کردن، امروز برادرایی که بچه‌شم دیدن آدمای ثقه بیان کردن که با طلاق شرعی هم جدا میشود. اگر همونجا طلاق شرعی هم اومدگی باشه که مثلا برای جدا شدن شما باشه و در همون حلنامه وقتی که امضا کرد الکی زنش طلاق میشود. مثلا وقتی که طلاق شد اثری نو با میتونه نکاحی نو کنه و زندگیش دوام بده. لیکن طلاق میشه اگر در همون حلنامه سود نوشتگی باشه که طلاق مثلا طلاق شرعی قطعا طلاق بشه گفتگی باشه. اگر لفظ طلاق نباشه به زمان آینده فقط باشه چیزی نمیشه. سوال دیگر. السلام علیکم. سوال من چنین است، التماس جواب گردانید. اگر مرد زنش رو گوید تو زنی من نیستی، این سخن را چند بار تکرار کرده است، آیا طلاق می شود یا نه؟ التماس جواب. تو زنی من نیستی. خب اگر به شرطی که همین لفظ گفتگیش کنایه طلاق باشد، مثلا در نیتش مرد بیاره که مثلا همین طلاق کردم، یک طلاق یا دو طلاق یا سه طلاق، و بعد بگه تو زنی من نیستی، مقصدش طلاق باشه طلاق واقع می شود. اگر مقصدش طلاق نباشه به چی خاطر گفته است؟ ایره دانستن در کار. تو زنی من نیستی اصلا به همون معنای هسته که تو زنی من که نیستی، مقصد تو از ما جدا هستی. اگر به نیت طلاق باشه طلاق میشه. خب یا که مثلا در حالتی که میگه جواب دادم، سر دادم، چهار طرفت قبله، اگر همین کنایه های طلاق وقتی که باشه طلاق میشه، طلاق بوین میشه. طلاق بوین میشه وقتی که به کنایه باشه، در نیتش طلاق باشه. اگر در نیتش طلاق نباشه، مقصد جواب دادم به معنایی که جواب دادم خونه پدرت برای، یا که جواب دادم که از این خونه به خونه دیگر برای، در این صورت تو چیزی واقع نمیشه. السلام علیکم. سوال چنین از زن به شوهرش گوید من پدر و مادرم را از تو بالا میدانم، آیا این زن گناهکار می شود یا مرد در همین حالت چی باید کرد؟ اصلا انا گفته است پدر و مادرم را از تو بالا میدانم.
اکه بدیلش هم که بدونه یکم گپی ندارد، مثلا اخلاص و محبتی که در پدر و مادرش داشته باشد، اما شریعت حق بیان کرده است، معین کرده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردن که رضا الرب فی رضا الوالدین، راضیگی الله در راضیگی پدر و مادران است، و سخطه فی سخطهما، غضب خدام در غضب پدر و مادر است. اگر همین حدیث مثلا که از صدق دل خونده باشه، دانسته باشه و همین خیلی بگه چی یگانگ بوکی نداره، اما این بعد از حق الله تعالی حق پدر و مادر برای مرد است، اما برای زنها، برای خواهرها، برای مادرها پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند رضا رب فی رضای بعلیها و سخطه فی سخطه، راضیگی الله در راضیگی شوهران شماست و ناخشنودی الله در ناخشنودی شوهران شماست. یعنی وقتی که زن نکاح کرد به شوهر که برآمد، تن نفسش بخشید، حق مرد از حق پدر مادرش هم بالا است، از حق خواهر اپش هم بالا است، از حق اکا و دادرش هم بالا است. حق مرد برای زن، حق شوهر بعد از حق الله تعالی میشه. حتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکند که اگر به شرطی که مرد در حالتی که مثلا میخواه یک چیزی طلب داره، زن در حالت تنور نان پختن است، همون تنور را ترک کنه برای شوهرش مثلا که روزی کنه، یا در بالای شتر هم که سوار باشه شوهر از خود روزی بگردونه. بین چقدر، یا نماز نفل یا که روزه نفل میگیرد باید که به اجازه شوهر باشد. امروز همین خواهرها و مادرها بسیار سوال میتونن، مثلا ماه رجب و ماه دیگر روزه بگیرن، گفتن از اون ماه رجب روزه گرفتن ده خواهر عزیز شوهر تا خدمت که ثوابی بالاتر است، چون که روزگی شوهر در روزگی الله است. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخل الجنه، کدام زنی که در حالتی که عمر سپری میکنه از دنیا گذشته میشود و در حالی که شوهرش از او راضی و خشنود است، 8 در جنت برای او زن شده است. در دیگر حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند ایما امرأة صلت خمسها و صامت شهرها و حفیظت فرجها دخلت جنت من ای باب شاید. هر کدام زنی که همین 4 شرط به جا بیارد، 4 شرط های آسان هستند، 4 شرط به جا بیاره، 8 در جنت صاحب اختیار میشه و از کدامش که داخل میشه مرحمت. شرط یکم صلت خمسه ها، 5 وقت نماز به جا بیاره. زنها اکثرا بسیارترش در همین نماز سستی دارن، تو یک معرکه میره دیگه نه طهارت داره نه دیگه پیشین عصر، یا یک مثلا که جوی دیگه میره خبرگیری دیگه هوایی نداره. شرط جنت رفتن خواهر و مادر یکم 5 وقت نماز گذاشتن، یکم پیامبری را بیان میکنه. دوم و صامت شهرها، یک ماه شریف رمضان روزه بیدارن. در روزه زنها الحمدلله خیلی فعال هستن، روزگی خیلی زیاد هستن، حرکت میکنن روزه بگیرن. روزهای دوشنبه و پنجشنبه را میگیرن، دیگر مثلا اول مینه و اخیر ماه هم میگیرن. این 10 ذوالحجه زنها روزه گرفتیسن، در روزه خیلی خوبه. خب دوم یک ماه شریف رمضان روزه شب بگیره. سوم و حفیظت فرجها، خودش از مردهای بیگانه چیکار کنه؟ حفظ و حمایه کنه. یعنی خواهر و مادر غیر مثلا که از اوهاش شوهرش باید که دیگران نبینن، غیر محرمش، خواهد چیزی که مستوره و محجوبه باشد، این چیزی که شرم داشته باشد، حیا داشته باشد. الحمدلله مردم ما، مردم ملتی مثلا با آر و با ناموس و با شرفی همین توجیک از زمانهای قدیم اومدگی، هر کسی که نباشه ببینید مادرامون همونتا آستینای کشا داشتن، همونتا دوکه داشتن، همونتا پیشوی برپشوندگی، همون سر و لباسی که آستینای کشا داشتن که وقتی که سلام میکرد همون آستین دراز میکرد تا نوک انگوشش میومد به همون لطه و آستینش سلام میکرد. این قدر نبود آخیر. یا مثلا که در سرشون رمولا بودن، دوکای سفید نازنین بود که همیتا توجیه را بدید تمیابت، همیتا پیچوندگی نشانه شرم و حیا و آداب و اخلاق و همه در ملت بود. ما باید که تقلید و غیر نکنیم. عادتی
تقلیدشون برباد و داد، عید صد لعنت بر این تقلید بود. ما باید تقلید و غیر نکنیم. تقلید فقط به اجدادای خودمون، به همه چیز از بابا و بیامون کنیم. تقلید بر زنهای صحابه خواهرها داشته باشن، بر فاطمه زهرا داشته باشن که این تقلید اونها رو کشیده به جنت میبره. خب همین چیز است که شرم حیا و همین چیز است. شرط سوم هم میبود و حفظت فرجها. شرط چهارم و رضیت بعلها، شوهرش از خودش راضی بگردونه. این 4 شرط: نماز، روزه، شرم حیا و مثلا خودش حفظ کردن از مردای بیگانه. شرط چهارم چی بوده؟ که شوهر از خود راضی بگردونه. و رضیت بعلها، پیامبر خدا گفت اگر همین 4 شرط کدام خواهر و مادری بجا بیاره، فرق نداره او تاجیک است، ازبک است، نمیس است، انگلیس است، فرق ندارد که در کجا زندگی میکنه، همین 4 شرط بجا بیاره، پیامبر گفت دخل جنت من ای باب شاء، او خواهر و مادر داخل جنت میشه از کدام دری که بخواه. این ببین بسیار یک بشارت نیکو است که باید که مثلا که زنها در این باب احتیاط داشته باشن. شرط چهارم راضیگی شوهر بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم اعرابی اومد به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. ولی حدیثی داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت اگر بغیر از خدا بر من امر میشید که کسی را سجده کند، من امر میکردم که زنهای امتم شوهرشون را سجده کنند. لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت مرأة ان تسجد لزوجها. اگر به من امر میشید که کسی غیر از خدا را سجده کند، پیامبر میگه من امر میکردم که زنهای امتی من شوهراشون را سجده کنند. برای چی؟ لعظم حقها، از جهت بزرگی حق شوهر. که همین حدیثه بعضی ها با شون با دیگر صحابه مثلا نسبت میتن که او درجه کلانوشون سجده میکردن. دیگرش میگه که عربی میگه پیامبر گفت که همه پیامبرای پیشینه به خود معجزه ای داشتن. حضرت موسی معجزش عصا بود، عصا را که میانداخت مار میشید، همه اژدهاهای جادوگرا را میخورد. در بالای دریا اگر هیچی نمیشید عصا را میپرتوند کپرک میشید، با بالاش میگذاشتن مردم. اگر آفتابی مثلا سخت میشید در زمین میخواندش، یک درخت کلان میشید در تاش سایگی میکردن. همون عصا معجزش بود. حضرت عیسی را معجزش دم به دم عیسی، مثلا که محس میکشید عیسی مسیح کوزه پشت آدمی که مادرزاد میانش خم زده میانا راستا میشه، یا محس میکشید کسلی های مثلا پوست صحت میشیدن، حتی که دعا کرد مرده زنده شد. مرده زنده شد. در همون زمانی که گفتن که مرده زنده شود بسیاری باید طلب کردن معجزه. در همون زمان لزره گفتگی بود یک تا از همون بگیم که حواریونش همون مرد. 3 روز پس حضرت دعا کردن همون مرده زنده شد. این چیز معجزه حضرت عیسی بود. هر پیامبر با خود معجزه داشتن. بعدا اعرابی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که یک معجزه بگو که ما با پیامبریت قبول کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که اعرابی گفت هر چی که دلت میخواد بگو، من دعا میکنم الله دعای مرا مستجاب میکنه. اعرابی روز شب نگاه کرد، فقط یک درخت خشکیده خرما را دید و گفت که رسول الله دعا کن که همین درخت سبز شود، خرما بگیره و از ریشاش از زمین جدا شود، با تو سلام کنه، با پیغمبری تو گواهی بده، بعد من باور میکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم همین دستش به دعا برداشته بود، بروش نبرده بود که درخت خرما با قدرت الهی سبز شد. خرما گرفت، حاصل گرفت، از ریشه هاش جدا شد با پیش پیامبر و زبان و یک آواز فصیح برآمد از درخت خرما: السلام علیکم یا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. وقتی که از صدا برآمد پیامبر اشاره کرد درخت به جای خود رفت. اعرابی از هیجان بسیار دستای پیامبر را بوسه کرد، پاهای پیامبر را بوسه کرد، خواست که پیغمبر مثل نمازخوان ولی سجده کند که پیامبر نگذاشتش. سجده کردن غیر خدا کفر است. من سجد لغیر الله فقط کفره. کسی غیر خدا را سجده کنه کافر میشه. من سجد لغیر الله فقط اشرک. کسی غیر خدا را سجده کنه مشرک میشه. مشرکه که بت سجده میکنه، مشرکه که مثلا عیسی را بچه خدا میگه، مشرکه که سنگ چوب سجده میکنه، از او هر چیزی طلب میکنه و میخواه، پرستش میکنه. پیامبر را منع کرد.
بعدا اعرابی را نمون سجده کنی. بعد همین حدیث گفت که لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، اگر من مأمور میشیدم که کسی را سجده کنه، لامرت مرأة ان تسجد لزوجها، من امر میکردم که زنهای امتی ما شوهراشون رو سجده کنن. انا همین بوده باید که آگاه باشن خواهرها و مادرها که شوهرها را احترام داشته باشن، البته در حالی که شوهر حق خودش به جا میوردگی باشد. اینم فراموش نکنین. مثلا بسیاری وقت زنها اعتراض شکایت میکنن که فقط همه زنها رو میگین مردا رو نمیگین. مرد باید که حق خودش به جا بیاره، نفقه زن میرسوندگی باشه، زن احترام میکردگی باشه، زن دوست میداشتگی باشه، زن تعلیم تربیت میکردگی باشه، زن در حمایش باشه، سر لباسش به جا مثلا تامین کنه، به خانه تامین کنه، به خوراک تامین کنه، فرزنداش نگاه بین کنه. مرد حق خودش به جا بیاره. خب